سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز قراره تا من پرونده یکی دیگه از عجیب ترین قاتلین دنیا رو بررسی کنیم. اد گلن ملقب به قصاب پنفید سرگرمی عجیب و ترسناکی برای خودش داشت. اون از استخون و پوست قربانی‌ها چیزای مختلفی مثل صندلی، آواژور، سطل آشغال، نقاب و خیلی چیزای دیگه میساخت و ازشون هم استفاده می‌کرد. بهتون پیشنهاد می‌کنم اگه به پرونده جنایی علاقه دارید این ویدیو رو از دست ندید تا آخرش هم با من همراه باشید. به نظر مردم دهکده پنفید اد گلن فردی بیچاره بود. الان اصلا دارین به خودتون فکر می‌کنین که مردم اون دهکده چرا همچین فکری دورش می‌کردن. دلیلش این بود که اون فردی مجرد، جولیده و نسبتاً کودن بود که بیشتر وقت خودش رو تو تنهایی می‌گذرون. این انزوای ناخواسته تو دوران کودکیش از طرف مادر سختگیر و مذهبش به اون تحمیل شده بود. باید بگم که اون حتی بعد مرگ مادرش هم همونجوری تنها زندگی می‌کرد و دوست نداشت کسی رو ببینه. تنها ارتباط اون با مردم دهکده فقط زمانی بود که کارهای تعمیراتی اونا رو قبول می‌کرد یا به عنوان پرستار بچه پیش اونا میرفت. اد گلن بیشتر زندگی خودش رو توی خونه یا مزرعه می‌گذرون. بچه‌های دهکده از خونه اد گلن میترسن و باور داشتن که اونجا یه مکان نفرین شده است، چون که اونا کلی سر خوش شده و صورتک‌های ترسناکی تو خونه‌اش دیده بودن. اونا حتی میگفتن که شبایت به رهنه زیر نور ماه میرقصه. ولی زمانی که اینا رو برای خانواده‌هاشون تعریف می‌کردن اونا حرفاشون رو باور نمی‌کردن و فقط می‌خندیدن. مردم میدونستن که اد علاقه عجیب به وسایل ترسناک داره، ولی اونا با خودشون فکر می‌کردن که این وسایل از مغازه‌های لوازم هالووین توی لاکروس میگیره. ولی بالاخره تو یه روز شوم تو ماه نوامبر 1950 حقیقت معلوم شد که تو همه این مدت حق با بچه دهکده پنفید بود و یه هیولای وحشتناک بین اونا زندگی می‌کرده. فرانک وردن تو اون روز به خصوص رفته و شکار گوزن و سر راهش هم یه سر رفته و مغازه ابزار فروشی مادرش تا بهش یه سری بزنه. ولی با کمال تعجب با اینکه وسط روز به اونجا رفته و هیچ خبری از مادرش نبود. وقتی که رفت تو مغازه رد خونی روی زمین دید که تا در پشتی مغازه کشیده شده بود. اون که نگران شده و سری با کلانتر آرتور شرلی تماس گرفت و اونو با خبر کرد. آرتور خودش رو سریع به مغازه ابزار فروشی رسوند. وقتی که پرسید چه اتفاقی افتاده وردن گفتش یکی مادرمو دزدیده. اون فاکتور فروش یه نصف گالون زده یخ و کلانتر نشون داد که مادرش برای آخرین مشتری نوشته بود. این فاکتور به اسم اد گلن نوشته شده بود. ولی کلانتر نمیتونست باور کنه که اد گلن گوشه‌گیر و کمرویی که همه میشناختن همون آدم رو باشه. ولی با این حال وظیفه‌اش بودش که دنبال تن و سر نخ بره. کلانتر با یکی از همکاراش حوالی گرگومیش غروب که هوا کم کم تو دهکده رو به تاریکی میرفت خونه مزرعه اد رفت تا از اون بازجویی کنه، ولی انگار اون موقع اد اونجا نبود. کلانتر و همکارش که لازم میدونستن که وارد خونه بشن در رو شکوندن و رفتن تو. وضعیت خونه خیلی کثیف و آشفته بود. کارتونا، قوطی‌های نوشیدنی و انواع آشغالای دیگه تو کل خونه پخش و پلا شده بود. گوشه‌های دیوار و سقف و تار عنکبوت گرفته بود و همه وسایل خونه به شدت کثیف و خاک گرفته شده بود. وقتی نور چراغ قوه رو کف اتاق گرفتن موش و حشرات زیادی رو دیدن که توی اون خونه زندگی می‌کردن و برای خودشون اینور اونور می‌رفتن. تو کل خونه بوی بعد مدفوع انسان میومد، ولی کنار این بوی ناخوشایند یه بوی دیگه هم میومد. انگار بوی گوشت تازه بود. کلانتر که جلوی خودشو گرفته بود که بالا نره چند قدمی جلو رفته، چشش به یه چیز وحشتناک و حال به هم زن افتاد. چیزی که دیدش ظاهرا لاشه سربرده شده‌ای بودش که هر چنگه آویزون شده بود. شکم اون موجود پاره شده بود، کل امعاءاش از بدنش بیرون ریخته بود. اولش کلانتر با خودش فکر کرد که اون یه گوزنه که آویزون شده، ولی در واقع جسدی که آویزون شده و متعلق به وریس وردن مادر فرانک بود. مامورا بعد از پیدا کردن جسد تحقیقات گسترده خودشون شروع کردن که باعث شد اسم اد گلن رو نه فقط تو آمریکا بلکه تو سراسر دنیا مردم بشنون. تو روزهای بعدی تحقیقات مامورای پلیس متوجه شدن که جسد بری سنا قربانی نبود که توی اون خونه منتظرشون بود. مامورا کاسه‌های سوپی رو توی خونه پیدا کردن که از جمجمه انسان درست شده بود. بعدم که روی بعضی از این کاسه‌ها هنوزم لکه‌های غذا مونده بود که این هم ترسناک و هم حال به هم زن. به جز اون کاسه‌ها مامورای پلیس چیزای دیگه هم پیدا کردن که اونا رو به شدت شوکه کرد. اونا آباژور و سلاشقالای خونه رو دیدن که روکششون از پوست انسان بود که به اونا دوخته شده بود. شاید الان با خودتون فکر کنین که فقط همینا توی اون خونه پیدا شد، ولی بعد بگم که کاملا در اشتباهید. بعدن پلیس جعبه‌ای پیدا کردن که توش چند تا دماغی کمربند بود که نوک سینه درست شده بود. اونا همچنین 9 تا نقاب پیدا کردن که پوست صورت زنای مختلف درست شده بود و به دیوار چسبونده شده بود. همینطور مچبند، پیشبند و حتی یه جلیقه از پوست انسان بین اشیاء عجیب و غریب خونه اد بود. در حالی که مامورا حیرت زده بودن و داشتن وسایل وحشتناکی خونه اد رو جمع‌آوری می‌کردن، دائما این سوال از خودشون می‌پرسن که اد برای ساختن این همه وسیله وحشتناک تا الان چند نفر به قتل رسونده. بذارید یه نگاهی به گذشته این قاتل بندازیم تا ببینیم که چی شد به همچین موجود وحشتناک تبدیل شد. ادوارد تئودور گلن تو 27 آگوست 1906 تو لاکروس ویسکانسین متولد شد. مادر اون آگوستا زنی به شدت متعصب و مذهبی بود که هر روز ادو برادر بزرگترش رو نصیحت می‌کرد و براشون از غضب الهی صحبت می‌کرد. بعد هم که موضوع مورد علاقه آگوستا عرضگی زنا بود که همیشه درباره اون با پسرش حرف می‌زد. بالاخره آگوستا تو سال 1914 به این نتیجه رسید که نمی‌تونه تو لاکروس زندگی کنه، چون که به نظر اون این شهر پر از اشرار و گناه بود.
به خاطر همین فروشگاه مواد غذایی که با همسرش اداره می‌کرد و فروخت و یه مزرعه 195 هکتاری بیرون از دهکده پنفیلد خرید و با خانواده‌اش به اونجا رفت. جورج پدر اد مردی دائم‌الخم بود که خیلی حرف نمی‌زد، تو امور خونه هم دخالتی نمی‌کرد. اون معمولا هر چیزی که همسرش آگوستا میگفت و گوش می‌کرد و بهش هم عمل می‌کرد. آگوستا با اینکه محل زندگیشو عوض کرده ولی هنوزم به رفتارهای قبلیش تو پنفیلد ادامه میداد و بچه‌هاش هم کاملا از دنیای بیرون جدا کرده بود. بعدم که اد و هنری با اینکه اجازه مدرسه رفتن و درس خوندن رو داشتن ولی حق این که با کسی دوست بشن و حرف بزنن نداشتن. اونا حتی حق این که بعد از مدرسه تفریح کنن هم نداشتن و بعد از تعطیل شدن سریع به مزرعه برمیگشتن. ادم چون کاملا از جامعه دور بود توجه به دیگران نمی‌کرد و تنها دوستی که نیاز داشت مادرش بود. وابستگی به مادرش خیلی زیاد و این وابستگی هم تا زمان مرگش ادامه داشت. علاقه دیگه اد به کتابای ترسناک درباره شکارچی‌ها، آدمخوارا و جنایت‌های نازی‌ها بود. البته اون علاقه‌اش از چشم مادرش پنهون می‌کرد. چون نظر آگوستا همه اینا نوشته شیطان بود. پدر تو سال 1940 از دنیا رفت ولی خانواده‌اش زیاد براش ناراحت نشدن و براش هم عزاداری خاصی نکردن. با مرگ پدر وظایف بیشتری توی مزرعه به دوش اد و هنری افتاد. بعد از گذشت 4 سال تو ماه می 1944 بودش که هنری به طرز مشکوکی مرد. ظاهرا روزی که هنری مرده و بخش کوچیکی از جنگل آتیش گرفته بود. اون روز هنری و اد موقع خاموش کردن آتیش تو جنگل از هم جدا شده بودن و اد هم بعد از اون دیگه برادرش رو ندید. ولی چیزی که عجیبه اینه که اد با وجود اینکه نمیدونست برادرش کجاست خیلی راحت تونست پلیسا رو بالا سر جسد برادرش ببره. تو بررسی پلیس هم هیچ نشونی از سوختگی روی بدن هنری نبود و پلیس هم چون نتونست مدرکی پیدا کنه که هنری چجوری مرده مرگشو به شکل تصادفی اعلام کرد. حالا که اد برادرشو به قتل رسونده بود دیگه هیچکس سر راهش نبود و همه محبت‌های مادرش به اون میرسید. ولی باید بگم که دوران دلخوشی اد خیلی کوتاه بود. آگوستا تو سال 1945 یه سکته مغزی داشت که باعث شد مدت طولانی رو تو رخت خواب بگذرونه. تو اون زمان تقریبا هیچ وقت مادرش رو تنها نمیذاشت و همیشه کنار اون میموند. حتی بعضی شبا که مادرش میخوابید آروم میرفت زیر پتو و کنار مادرش میخوابید. چند ماه بعد مادر اد دوباره سکته کرد ولی این بار دیگه از دنیا رفت. اد بعد از مرگ مادرش کاملا به هم ریخت. اون حالا دیگه تنها دلخوشی و تکیه‌گاهش رو از دست داده بود و رفته به جنون و دیوانگی رسید. اد خیلی زود یه روال مشخص و یکسان برای زندگیش درست کرد. اون روزا یه آدم کاملا عادی بود. آدمی که بعضی وقتا باعث ترحم اهالی ساده دهکده میشد. اون برای تامین مخارج زندگیش به کارهای ساده‌ای مثل نگهداری از بچه‌های همسایه یا تعمیرات مشغول میشد. ولی بعد بگم که این چهره‌ای بودش که اد توی روزا خودش نشون میداد. اون شب به یه آدم کاملا متفاوت تبدیل میشد. اون شب سوار ماشین فورد مدل 1949 خودش میشد و به قبرستونه دهکده سر میزد. اون بعد از رفتن به قبرستون اجسادو از توی قبر بیرون میکشید. این مسافرت‌های شبانه اد به قبرستونا اصلا اتفاقی از روی هوس نبود. بلکه اون روزنامه محلی رو با دقت میخوند و هر کسی که تازه مرده بود بالا سر قبرشون میرفت. تو این روزنامه معمولا دنبال آگهی تحریم زنا میگشت. جالبش اینجاست که ترجیح اون زنای میان سال مثل مادرش بود. اون زمانی که جسد مورد نظرش رو پیدا میکرد میرفت و جسد از توی قبر بیرون میکشید و به خونش میبرد. بعد از که اونا رو میبرد خونه باهاشون کارهای خیلی وحشتناکی انجام میداد. الان احتمالاً داره فکر می‌کنه که به جنازه‌ها تجاوز میکرد ولی باید بگم که کاملا در اشتباهید. هیچ وقت با هیچ کدوم از عکس‌ها رابطه جنسی برقرار نکرد یا دست کم خودش که اینجوری میگفت. اون در واقع بعد از که اونا رو میبرد خونش پوستشون رو میکند و با اعضای مختلف بدنشون وسایل مختلفی برای خودش درست میکرد و از این کارم خیلی لذت میبرد. طبق تحقیقات پلیس الان کاملا روشن شده بود که اد به جز نبش قبرهای شبونش دست کم مرتکب 2 تا قتل هم شده. اولین قتل ادگین برمیگرده به زمستون سال 1945 که مری هوگان صاحب میخونه‌ای رو با شلیک گوله‌ای میکشه و جنازه‌اش هم با خودش به خونه مزرعه‌اش میبره. بعدن توی بازجویی‌ها اظهارات مردم دهکده معلوم شدش که اد عاشق و دلباخته هوگان بوده و ساعت‌ها با یه بطری آبجو توی گوشه از میخونه میشسته و یواشکی هوگان رو نگاه می‌کرده. ظاهرا زمانی که پلیس داشت وسایل عجیب خونه اد رو جمع می‌کرد روی دیوار نقاب صورت یه زن رو می‌بینن که توجهشون رو جلب می‌کنه. ما هم که اون نقاب از پوست صورت مری هوگان بود، کسی که اد اون رو خیلی دوست داشت. دومین قربانش همونجوری که اول ویدیو گفتم بریس بردن بود که قتلش باعث دستگیری شد. شاید الان دارید با خودتون فکر می‌کنید که پرونده قتل برادرش شد. مگه اونم کار اد نبوده؟ باید بگم که هیچ مدرکی پیدا نشد که اونم کار برادرش بوده یا نه. نظر شما چیه؟ به نظرتون اینم کار اد بوده یا نه؟ حتما تو کامنت‌ها برام بنویسید. باید بگم که توی بازجویی‌اش به راحتی به قتل هوگان و وردن اعتراف کرد. ولی سایر اتهاماتی که بهش زده بودن رو رد کرد و اصرار داشت که همه اعضای بدنی که تو خونش پیدا شده بود از توی قبرستون آورده. وقتی که مامورا بالا سر قبرایی که اد بهشون گفته بود رفتن و بهشون سر زدن متوجه شدن که قبرها خالی‌ان. چیزی که عجیب و جالبه اینه که ادگین توی دادگاه به جرم قتل محاکمه نشد، بلکه قاضی ادو به دلیل نداشتن عقل سلیم از همه جرایمش تبرئه کرد و اونو به بیمارستان مرکزی دولتی تو واپون ویسکانسین فرستاد. اونجا جایی بودش که تا زمان مرگش روش زندگی میکرد. اد تو 26 جولای سال 1984 تو سن 77 سالگی بعد از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با سرطان تو همون بیمارستان مرد و کارمندای بیمارستان هم میگفتن که اد یه بیمار آروم و خوب بود.
ولی یه عادت بدی داشت که همه پرستارا و کارمندای بیمارستان رو آزار میداد. اونا میگفتن که هر وقت یه کارمند یا پرستار زنی تو دیدرس اون قرار میگرفت برای یه مدت طولانی به طرز وحشتناکی به اون خیره میشد. بعد بگم که از داستان زندگی و جنایت‌های وحشتناکی که اد گین انجام داده بود تا الان چندین مستند تلویزیونی کتاب نوشته و ساخته شده. حتی از شخصیت چند تا فیلم ترسناک هم ساخته شده، مثل فیلم کشتار با حلقه برقی توی تگزاس و فیلم سکوت برا.